دادگاه در پایتخت روسیه بلوگر توجیک و شرکت کننده در صحنه شوخی‌آمیز کرونا در متروی مسکو کرامتولو جабуров را به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم کرده است. роман шахманов وکیل مدافع او روز 2 август به خبرگزاری تاس گفت جабуров گناه را پورا بر دوش گرفت و با نظر داشتن مهلتی که در بازداشتگاه بود ممکن است تا آخر ماه август آزاد شود. ولی به قول او این کار در حال امکان پذیر است که اگر دادستان یا ماموریت مترو از روی حکم شکایت نکنند ما در نوبت خود هیچ شکایت نخواهیم کرد. پیشتر دادستان برای کرامتولو جабуров 4 سال زندان طلب کرده بود. роман шахманов به خبرگزاری تاس گفته است شریکان بلوگر توجیک артур исаченко و ستانیسلاو мелехов حکم شرطی گرفتند. پیشتر دادستان برایشان 3 سال زندان خواسته بود. آنها هنگام تفتیش پرونده نیز با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی بودند. کرامتولو جабуров را روز 8 فوریه سال 2020 در پی تشکیل صحنه شوخی‌آمیز و ثبت پرانک در واگن متروی مسکو دستگیر کردند. در این صحنه جوانی از هوش می‌رود و همراهانش فریاد می‌زنند که او به ویروس خطرناک گرفتار است. این حالت در بین مردم وحیم انداخته است. ثبت لحظه را در اینترنت گذاشته بودند.